سلام، روزتون بخیر. من مهدی هاشمی زاده هستم. قراره که با هم دیگه در خصوص حمل کالای خطرناک دوره ای رو داشته باشیم. در این دوره من ابتدا معرفی رو از خودم خواهم داشت، بعد این مروری بر حوادث اخیر خواهیم کرد که کالای خطرناک چه اتفاقاتی رو برای ما رقم زده. در بخش بعدی مراجع و منابع تخصصی که در خصوص حمل کالای خطرناک است رو با هم مرور خواهیم کرد و بعد در خصوص ADR بخشایی که داره، طبقه بندی کالای خطرناک که در 9 تا فصل طبقه بندی میشه، اینکه MSDS چی هستش و چه اطلاعاتی در اون جانمایی شده، چه اظهارنامه هایی در حمل کالای خطرناک داریم، راننده ها باید چه مدارکی همراه خودشون در کامیون داشته باشن، محل نصب پلاکارد کجا هست و اینها در ادامه صحبت خواهیم کرد. همونطور که خدمتتون عرض کردم، من مهدی هاشمی زاده هستم. 15 سال هست که در زمینه حمل و نقل داخلی و بین المللی فعالیت دارم. در شرکت بوتانران که خب جزء گروه بوتان بوده و بنیانگذار صنعت گاز مایع در کشور هستند و تقریبا میتونیم بگیم که تمام استانداردها و قوانین مربوط به حمل گاز مایع در این شرکت تدوین شده. سابقه مدیریت بازاریابی و فروش رو برای بیش از 10 سال دارم و حدوداً 2 سال هست که شرکت حمل و نقل بین‌المللی آرا لوجستیک رو تأسیس کردم که در اون هم خب یکی از بخش‌های اصلی بیزینس ما حمل کالای خطرناک، حمل مواد نفتی، حمل گاز مایع و محصولات مشابه هست. تحصیلات من در زمینه مهندسی برق در مقطع کارشناسی و مدیریت اجرایی در مقطع کارشناسی ارشد هستش و دوره‌های ایرو و فیاتا رو هم بر خصوص حمل و نقل گذروندم. خب ما در شرکت بوتان سالیانه به واسطه اینکه حمل کالای خطرناک رو انجام میدادیم، مانورهای رو مشترک با سازمان آتش نشانی برگزار میکردیم و این سبب شده که افرادی که در این شرکت کار کردن اطلاعات خوبی رو در خصوص حمل کالای خطرناک به ویژه طبقه 2 که مربوط به گازها هست دارن و این باعث میشه که شما بدونین اگر اتفاقی حادثه‌ای به وجود بیاد باید چه برخوردی رو انجام بدین، چه کارهایی رو باید راننده انجام بده که از توسعه حادثه جلوگیری بشه و کمترین سوانح و حوادث رخ بده.